سلام علیکم، خسته نباشید. حمید از ایران. ما فقط میخواستم با اونایی که فوش میدن یا حرف بد میزنن بگم واقعا خجالت بکشید. منم یه شیعه هستم. خیلی از زمانی که شما شروع که فوش دادن و حرف چرنده، حالم از شیعه و شیعه‌گری به هم میخوره. اگر ادعا میکنیم که واقعا پیرو علی و 12 امام هستید، چرا فوش میدید؟ منطق، سند، مدرک بیار. همینطور که آقای انصاری شبکه جهانی وصال سند میاره، مدرک میاره، شما هم بیاریم. مزاحمتون نمیشم. دوستتون دارم. خدا حافظ. سلام، من حسین هستم. میخواستم بگم که بعضی وقتا چیزای خوبی تو برنامه‌تون تو تلویزیون میذارید چند مرتبه باید پخش به یه مرتبه، یه 2 مرتبه. اون وقتی که آقای خاتمی رئیس جمهور بودن، بعدش هم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودن، گفتن که ما با آمریکا دست دادیم، با هم بودیم تو افغانستان، یعنی تو نابود کردن کشور افغانستان ایران و آمریکا با هم بودن ضد افغانستان. حالا نگاه کن کشور افغانستان به چه جایی رسونده ایران. بعد خود خاتمی و احمدی نژاد گفتن که ما تا عراق هم با آمریکا بودیم، یعنی 37 سال دو مرگ بر آمریکا. اینا همش دروغی بیشتر نیست. اینا فقط آیت الله و آخوند میخوان با این راه پول و مال مردم به جیب بزنن و برن، مثل آقای احمدی نژاد و لاریجانی که هزار میلیارد بردن. فقط یه سوالی داشتم از مردم ایران. 37 سال که حکومت اسلامی اومده به قول خودشون، البته اسلام از ایشون کار اسلام ندارن، ایشون کسی هستن که فقط امامزاده میپرستن. خمینی سرش یک گنبدی درست کردن، 20 میلیارد دلار خرجش کردن. خمینی وقتی زنده بود چه برای مردم به ارمغان آورد؟ نه اتوبوس مجانی کرد و نه پول نه سر سفره آورد، نه منزل برای مردم ساختن. این هم یک دروغی بیشتر نبود آقای خمینی. حالا رفتن سر قبرش گنبد درست کردن، مارگت درست کردن امامزاده. کشوری که این همه امامزاده به قول خودشون توش 17,000 امامزاده، این همه آیت الله و آخوند و سید و آقا و ملا و شیخ شجاع‌تره، چرا بدبخت‌ترین و فقیرترین کشورهای دنیا باید باشه مثل ایران و عراق؟ این همش دروغه. با چای جمع کردن چیزی توش بود که دیگه ایران باید قوی‌ترین و بهترین کشور دنیا باشه، نه کشوری که 37 سال نتونسته یک هواپیمای جنگی مثل آدم بخره. ایران دروغه. ما موشک ساختیم، بالستیک ساختیم، همش دروغه. مگه میشه ما موشک ما جاسوسی کنه 500 متر زیر زمین؟ مگه زیر زمین آب وجود نداره؟ خب قیمت زیر زمین گورد و کانال کندن بیشتر از موشک میشه. اینا مجموعه آدمای دروغی هستن، دارن مردم ایران گول میزنن، پول مردم میبرن به خود خودشون. هر چی سپاه و سپاسدار و بسیج و خامنه‌ای و لاریجانی اینا هستن و خیلی مردم ایران فقیر هستن. خدا هدایتشون بده تا بتونن مثل کشورهای دیگه برای امید بیشتری، مستقبل بهتری کاری برای خودشون بکنن، وگرنه اینا دوباره مشاکل برای مردم ایران به وجود می آورن. متشکر از شما. خدا هرچی تو دلتون میتون. خدا از شما راضی. از شما دارین از ایران و مردم ایران دفاع میکنید، از شرف و ناموس مردم دفاع میکنید، از پول و مال مردم که داره به جیب آیت الله آخونده میره، از سر این امامزاده و پول خمسایی که میگیرن به خارج میبرن، به عراق و سوریه و لبنان و یمن. خیلی هم خدا اجرتون بده. خدا حافظ شماست. خیلی ممنون. خدا